اینجا نقطه شروع زندگی من بود. 12 سال پیش قبل از اینکه من برم آلمان، بیش از 1 سال من اینجا کار کردم و الان بعد از 12 سال دوباره برگشتیم تا اینجا کار کنیم. Let's go. اینجا قسمت آشپزخونه اینجاست. بریم که کارمون رو شروع کنیم. Let's go. سلام به همگی. سلام. کارگر قدیمیتون برگشته. بچه آقا مهدی و مش اسماعیل کار کردن رو بهم یاد دادن، ولی از امینم خیلی چیزا یاد گرفتم. همیشه هوامو داشت. امروز هم قراره که بهم یاد بدی ها. هوامو داری ها. و بعدش داداشمو داریم که از قبل اومده اینجا تمرین کنه. اینجا دیگه کار نمیکنه ولی اومده تمرین کنه. تقلبی میخواد بکنه. که پیش خودم اومد. شما اسمت چیه؟ عرفان هستم. بچه‌ها عرفان هم داریم. بزن دستکش دست مشت اینجوری خوبه. بچه‌ها سعیدو داریم و رضا رو داریم. بچه‌ها بزن خودش دستات حتما بشور. من قبلش یه کارایی کردم. میدونی اینجا دستشویی میری آب نداره بعضیاشون، نمیدونم چرا. بریم روزمون رو شروع کنیم. همین اولین کاری که باید بکنم چیه؟ چرا نگاه می‌کنی؟ من بعد نگاه کنم. نه روپوش داری، نه کلاه داری، نه دستکش داری. بعد اونجا ورود ورود ممنوع، حتی شما دوست عزیز. ولی خب من که بالاتر از دوستم. دیگه کارگر مفتی ام من. نه آمادم. چیکار کنم؟ سعید جان پیشبندتو بهش بده. یه دستکش، یه کلاه، دستات ضد عفونی کن. سعید آماده بود که فقط اینو در بیاره. به خدا. خب دستکش بهش بده. خب حالا پیشبند داره بره سراغ ظرفشویی. نه بابا اونو دیگه از اون دوران دیگه همون موقع هم نمی‌کردیم. بچه‌ها ما پیشبندمون هم زدیم. خداییش شبیه مالک مکدونالد شدم ها. جدی میگم. البته مالک مکدونالد بیاد اینجا ساندویچ بخره. بیاد تو ایران. ترکیه رفتیم. من خودم در 12 تا اینجا کار کردم. ترکیه رفتیم. همبرگر که گرفتیم کیفیت این همبرگر رو نداشت. من تو کل دنیا همبرگر خریدم کیفیتش مثل اینجا نبود. خداییش بچه اولین کاری که میکنم من بعد دستامو قشنگ بشورم. اینجا مایع ظرفشویی هم داره و از اونجایی که مفتیه دیگه زیاد بد استفاده کرد. همین دستامم شستم ضد عفونی کردم تمیز. الان چیکار کنم؟ دستکش می‌کن دستتون. خب همون اول میگفتی پیشبند و دستکش دیگه. ای بابا اینا یه بار مصرفه یا 2 بار مصرف؟ من خیلی نمکم ببخشید قبل ویدیو نمک خوردم. بچه آخرین بار من 12 سال پیش بود که همبرگر گرفته بودم. بعد خداییش گوشت رو نگاه کن. به به. آقا اول از همه یه قاشق سس، آره. بعد یه ذره پهنش می‌کنیم. خب بعد گرجه فکر کنم 4 تا دونه. یکی عقب 4 تا جلو بچین. 4 تا جلو؟ آره چون اندازش نونت اینقدره. اینقدر. یعنی زیاده. بعد یه ذره ریحون کافیه. آره بالاش کافی. بذار بالا. میذاریم بالا. آه خسیس بازی. ای والله. خوب یادش مونده بعد از 12 سال. همبر دوم می‌خوام با سرعت بالا بگیرم. ببین. من خودم دست بابا همون راست میگه یواش بریزم بهتر. یه ذره ریحون ایزی. آقا همبرگر بعدی این الان پنجمی میشه. سرعت عمل خدایش حال داره. اصلا خیلی عالی. آره. بچه‌ها این سس هم سس مخصوصه، سسی که تو خونه میزنن و از همین الان بهتون میگم این ویدیو به هیچ عنوان ویدیوی تبلیغاتی نیست. من خودم از اونجایی که از اینجا خوشم میاد اومدم و دوست داشتم یه روز اینجا کار کنم و دمشون گرم که این اجازه رو به من دادن. این که هیچ. ببین یه میز اضافه کنید اینجا 50 تا همبرگر بچینید. سه سو بیا. چقدر اذیت کرد مهران اینجا تا کار یاد گرفت. من دو بار نزدیک بود اخراج بشم. چندین بار تا محض اخراج رفت. بازم رضا بدبختی برش گردونیم امور نگرش داشتیم. بازم مون دیگه آخر کار گفت من دارم میرم. گفتم خدا رو شکر. بچا امین این بغل بود. من سس زیاد میذارم. سس زیاده. کم کن. تو استرس هم داشتین زیاده کم کن. کم میکردم کم زیاد کن. عشان خیلی من اینجا گند زدم. بچا قارچ برگر اون زمانا نداشتن. این جدیده. بعدی چیز برگر با قارچ. به. بزنیم. آقا بریم برای همبرگر بعدی. بچا نوه صحیحشو دقیقاً اینجوری من الان یاد گرفتم. یه قاشق بزرگ سس میزنیم، کلی گرجه. به همین آسونی. و یه ذره ریحون. الان مطمئن امین خودش بیاد بزنه 6 برابر بهتر و قشنگتر میزنه. اینم از ساندویچ دوبل ما. خودش از 1 تا 10 بهش چند میدی؟ 10. نمیشه 20 بدی؟ عالی 10. نه حالا دور از دوربین چند میدی؟ 2.
اوکی خب همون اینو کات بزنه ای تو. همین جان پسندته؟ الان اینجا رو قبول شدم. شکری. قبلا یه فرداری داشتیم، من آروم بگم امین نفر، یه فرداری داشتیم گاهی وقتا همبر که میخواست بذاره میران جوی اندکی میسوزون بعد همبر رو میذاره. یه چیز دیگه هم که بود، یه قانونی تو ساندویچی ها هست. الان این تیکیه افتاده، خب این مال کدومه؟ معلوم نیست مال کدومه. این حق ساندویچ گیره. کاری نداره، این حق منه. الان کل سهمیه من امشب همینه دیگه. همینم ریدم. همینم بود. منم قبلا ضعیف ساندویچ میگرفتم. اوساکار اوکی داشتیم. بچه گل با معرفتی بود ولی خیلی قوانین خاصی داشت. اوکی حالا داری میگی خداییش بچه‌ها برای من همین بهتر نبود. برو بابا. برای من بهتر نبود خدایی. آقا واسه کی بهتره؟ اینم کیل ساندویچش. کی بهتره؟ ما دور دیده مهدی هستیم. همین اگه من قراره ببازم بگو دوتاتون. ما یه استاد گلی داشتیم مهدی. آره. خیلی قوانینش مقررات بعد مثلا گرجه رو کیل می‌کرد. بگو بچه کیلی بندازی. گرجه رو سانت می‌کرد قشنگ. آره. یعنی یه پر گرجه کم و زیاد نباید می‌شد. آقا این مرحله با موفقیت به انجام رسید. مرحله بعدی که سخت‌ترین مرحله هست فر. بچه‌ها دو تا سفارش سنگینم اومد. یکیشون 14 تا همبرگر مخصوص سفارش داده، یکیشون هم 10 تا. بعد قیمت همبرگر دونه 300 تومن، یعنی 3 میلیون 4 میلیون و 200. بچه‌ها به قسمت سخت این مغازه رسیدیم. الان خیلی سرشون شلوغه و منم این مرحله رو خیلی خوب انجام دادم. حالا بریم سراغ مرحله سخت‌ترش، یعنی به جرئت میگم سخت‌ترین مرحلهش و اونم چیزی نیست به جز فر. همین یه سفارش 10 تایی داریم با یه سفارش 14 تایی. نظر چیه؟ الان دهن اون سرویسه نه؟ عادیه. ما سفارش بیشتر از اینا هم داشتیم. 50 تا 70 اون مراسم. رکوردتون چقدر بوده؟ فکر می‌کنم تا 100 تا 120 من یادم. 120 تا همبرگر. بیشتر هم بوده. 120 تا همبرگر. بیشتر هم بوده. حضور ذهن دقیق ندارم ولی تو همین. ولی اونجا صاحب مغازه هم بوده دیگه مهدی. با مهدی دیگه سه سود. اصلا مهدیه. آره. اونجا دیگه سه سود زدید. خب ببین محمد خدای باقی من خودم مثل کوه پشتتم. خیالت راحت. دستکشم دستمه. بریم برای سفارش 14 تایی. آقا رسیدیم به قسمت سرخ کردن همبرگر. آقا رضا من چیکار کنم اول از همه؟ الان میخوام همبرگر سرخ کنم درسته؟ مثلا بستگی داره. میخوام اینو خالی کنم روی؟ نه همش که نمیشه. اوکی. مثلا 5 تا 5 تا 6 تا 6 تا. برای من نمیشه 12 تا بذاری؟ نه 12 تا من خودم هم نمیرم. ما 6 تا میریم چون عجله نداره. خودشو بگیره. چون الان پهنش کنین الان نباید بهش دست بزنی. نه اصلا نباید دست بزنی. به اون چی؟ به اونم نمیشه. اصلا کلا خب پهنش کنیم و از هم وا میره. بعد قشنگ خودش همبرگر خودشو بگیره. از یک کم چی شد؟ برعکسش می‌کنیم آره. ببین با کاری نداره. همین خب این خیلی فشار داره. من 6 5 تاشو من 5 تاشو پهن کنم. خب این قسمتش که پخت برعکسش می‌کنیم. برعکسش می‌کنیم آره. تمام ایزی. آقا اینا میگیریم برعکس می‌کنیم. بیشتر عالی. اوکی. جوری که مثلا کج نشه 700 باشه. 700 باشه آره. بعد الان هم نمیشه بهش دست داد نه؟ با سوال پرسیدم. نه. نمیشه اوکی. این الان نسوخت؟ اوکی. اصلا هیچ کدومش نسوخت. این داره کیف میکنه. آره. الان مثلا باید ورش گردونیم. آره. یه ذره فشار هم. آره هر وقت کیف که باید برگردیم. کیف یعنی چی؟ یعنی جیز آره. جیز؟ نه روش حالت همون جیز یا صداش در کیف کنه. آره. عالی. ایزی. دیگه نونو داستانو میذاریم داخل نونو. الان تقریبا آمادن. نون هم از قبل برش خورده میذاریم داخل نونو تمام. رسیدیم به قسمت بعدی. از الان به بعد ما باید سفارش مشتری رو بگیریم و من با این صندوق هم آشنام. برام ببینم که از پسش برمیام یا نه. 3 تا تلفنی داشتیم با کارتون حساب می‌کنم.
بچه اولین سفارش گند زدم. همین کاش پنیرش خوب. 2 دقیقه اومدیم اینجا همه سفارش‌ها سخت. بچه‌ها مشتری اومده کارت کردم تو دسته ولی بعد بکشی. به خدا تو آلمان گوشی رو برمی‌داری، تو کل اروپا حتی تو چه می‌دونم دبی، ترکیه میزنی به دستگاه تموم شد رفت. امین این پشت بود، مشتری میومد 2 تا همبرگر ساده، 2 تا مخصوص، تموم شد رفت. 4 تا همبرگر، 10 تا همبرگر. من اومدم اینجا مشتری همبرگر با کارت، همبرگر با سس، چیزبرگر، این اون. منم که تازه واردم دهن منو سرویدم. شانس ندارم. شبتون بخیر. تا بعد. سفارش درست نگرفتم. رسیدیم به قسمت آخر. بچه‌ها جایی که همبرگرها رو دیگه بعد بزنیم تو پاکت و بریم دست مشتری. سفارشامون اینجاست. مثلا بعدی این سفارش 282 یه دونه بیرون بره. من همیشه با این پلاستیکا مشکل داشتم. کار بلدم. ها؟ آقا من فقط با این پلاستیکا مشکل دارم. یه ظرف آب اینجا نمیشه گذاشت دستتو خیس کرد؟ یه دونه کم سس خدمت شما نوش جون. از ویدیو امروز بعد از 12 سال اومدم تو همون ساندویچی که کار میکردم دوباره کار کردم. جالبش هم به اینه که من تو بیشتر ویدیوام گفته بودم که من ساندویچی هم کار کردم. الان بیننده فهمیدن که منظورم کجا بوده. مسعود خودش نظر چی بود؟ افتضاح. یعنی بدبخت اون مشتریایی که از تو همدل میگرفتن امروز. آقا همبرگر رو من خوب آماده میکردم. یه سس گرجه البته کاری هم نداشت. فکر کنم آسون ترین کار اونه. رفتیم سمت گریل افتضاح بود. دم صندوق افتضاح بود. اونجام کلا یادم رفته بود یکم سیستمش تغییر کرده بود. خیلی هم اشتباه کردم. یه همبرم اشتباه کردیم. البته 2 تا بود ولی خب اشکال نداره. یه بارم تو قسمت آخر که بسته‌بندی بود اونجام سرعتم پایین بود. آقا قبول دارم سرعتم پایین بود. آقا آدرس اینجام سر نبش عادل آباد و این ویدیوام اصلا تبلیغی نبود. واقعا اومدم همون جایی که 12 سال پیش کار می‌کردم و دلی دوست داشتم دوباره اینجا کار کنم. میدونین چرا؟ که قدر الانمو بفهمم. مثلا الان تو این شرایطی که هستم قدرشو بفهمم و خودمو گم نکنم. و قدیمم دلی ما دو تا اینجا کار می‌کردیم. دلی کار می‌کردیم. اینو دروغ میگه. تا یه ویدیو دیگه حالا می‌بینم.